بأسماء الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى نأمل عفوك سبحانه. مرحوم شیخ صدوق از وجود مبارک حضرت صادق نقل میکنه که یه مردی در زمانهای خیلی دور گذشته در روزگار بنی اسرائیل دعا میکرد و در دعاش یه خواسته بیشتر از پروردگار عالم نداشت. یه فرزند پسر میخواست فقط. خیلی زمان طولانیه که آدم 33 سال به پیشگاه پروردگار مهربان سریع الاجابه دعا بکنه ولی جواب نده پروردگار. بعد از 33 سال به پروردگار عالم گفت ابعیدون انا منک فلا تسمع منی. آیا من خیلی فاصلم با تو زیاده و دورم که صدای منو نمیشنوی؟ امام صادق میفرماید حالا حتما یه فرشته بوده. در متن روایت داره کسی رو خدا مأمور کرد در خواب علتشو بگه. فرشته در عالم رؤیا اومد بهش گفتش که انک تدعو الله، تو خدا رو صدا میزنی، خدام صدا تو میشنوه، اما جواب تو نمیده چون 3 عیب داری. خدا رو میخوانی، دعا میکنی، اما با زبانی که بی‌ادبه، با زبانی که بی تربیته، با زبانی که دشنامگوه، با زبانی که اهل فحش دادن به مردم و به زن و بچه است. این یه عیبت. نه اینکه صداتو نشنون، صداتو میشنون ولی لیاقت جواب درت نمیبینن، جواب نمیدن. اینجا دیگه آدم آیه سوره بقره رو خوب میفهمه که قرآن میگه اذا سألک عبادی انی فانی قریب. خب اگر بندگان من درباره من از تو پرسیدن بگو من به اینها نزدیکم. اذا دعان، وقتی که دعا بکنن من جوابشونو میدم. خب خیلی ها دعا میکنن جوابی هم دریافت نمیکنن. فانی اجیب، قطعی هم میگه من جواب میدم. فانی اجیب و دعوت الداع اذا دعان. خب چرا جواب نمیده؟ میگه فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی در زندگیشون نیست. اینا مطیع فرمان من نیستن، خیلی هم منو قبول ندارن، منم جوابشونو نمیدم. عیب دومت. و به قلب علق غیر نقی، تو دعا میکنی با دلی که به هر چیزی وابسته است الا خدا. همه جا دلت هست الا پیش خدا. غیر نقیه دلت از تاریکی حسد، کبر، ریا، بخل، حرص موج میزنه.
خدا به چنین دلی توجه نداره. اما عیب سومت و به نیت غیر صحیحه، نیت درستی نداری. تو نیت‌های خوبی نی، یعنی تو دلت همش نقشه‌های بد میکشی، هم علیه خودت هم علیه بندگان خدا. این سه تا عیب. بعد حضرت میفرماید به او اعلام شد فقلع. خیلی جملات جالبی داره این روایت. فقلع بضاعک، تمام بیادبی ها و بدگویی ها و بی‌تربیتی های زبان تو باید از ریشه دراری که دیگه بعد از این است زبانت آلوده به بی‌ادبی در سخن و بی‌تربیتی در کلام و دشنام دادن نش. فقلع، ریشه کن کن بدگویی ها رو، غیبت ها رو، تهمت ها رو، دشنام ها رو، ناسزاها رو. این یک. ولیتق الله قلبک، دلت رو دل با تقوا قرار بده. تقوای الهی دل به اینه که دل من نسبت به احدی، هر کی میخواد باش، حسود نباش، بخیل در مال نباش، ریاکار در عمل نباشه. دلتو پاک کن، تقوا در دلت پر کن. ولتحسن نیتک، نیتت هم پاک کن، نیتتو خوب قرار بده، نیت درستی باشه. امام صادق میفرماد ففعل ذالک، باریکلا به این آدم تمام صفات بد زبان رو، بی تربیتیش و بی ادبیش و دشنامگوییش رو ریشه کن کرد، دلش رو هم از تقوا پر کرد، نیتش رو هم نیکو کرد. خداوند به اوی فرزند پسر عنایت فرمود. یعنی دعا بعد از این مسائل مستجاب شد.